دهم март اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دوره سفر رسمی به جمهوری عربی مصر به دانشگاه قاهره تشریف آورده در نزد استادان و دانشجویان سخنرانی نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان را رکتور دانشگاه دکتر محمد عثمان خشت و دیگر آموزگاران و کارمندان دانشگاه صمیمانه استقبال گرفتند. در تالار دانشگاه نخست با سخنرانی مقدموی وزیر معلومات عالی و تحقیقات‌های علمی جمهوری عربی مصر خالد عبدالغفار و رکتور دانشگاه محمد عثمان خشت برآمد کردند. فخامة الرئيس إمام رحمن علي رئيس جمهورية طاجكستان الشقيقة، جناب عالی محترم امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، دکتر محمد خشت رکتور دانشگاه، استادان اعضای شورای دانشگاه، همه شما را خیر مقدم میگویم. در این همایشی که امروز ما جمع آمدیم برای سپاریدن درجه دکتری فخری و جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، که با نظر داشت آنکه جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نقش ارزنده در ساحه علم و فرهنگ و معرفت دارند و برای رشد علم و فرهنگ چندین تألیفات نیز دارند و با کتاب ها تألیف کردند. با نظر داشت این خدمات های بزرگ مخصوصا در سمت تاریخ ما قرار قبول کردیم که با جناب عالی درجه دکتری فخری داده شود. با نظر داشت آن خدمات هایی که شما برای معرفی تاریخ مردم تاجیک در عرصه بین المللی کردید. در مرحله های گوناگون تاریخی تمدن عربی و تمدن انسانی مرحله های گوناگون را پس سر نمود و اینچنین در این روند نقش مردم تاجیک نیز زیاد است. این اقدامی که امروز صورت میگیرد یکی از عامل‌های تحکیم همکاری بین دو کشور برادر است، مخصوصا در سمت علم و معرفت و اینچنین در سمت نائل شدن دانشجویان و پژوهشگران دو کشور به درجه های علمی. ما شما را جناب عالی به این دستاورد تبریک میگوییم و از خداوند میپرسیم که مردم تاجیک و مردم مصر را موفق کند. ما این تشبس دانشگاه قاهره را دستگیری میکنیم که آن بازگوی مناسبت های نیک بین دو کشور برادر است. فخامة الرئيس إمام علي رحمان، جناب عالی امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، محترم دکتر خالد عبدالغفار وزیر تحصیلات عالی و وزیر تندرستی مصر، استادان گرامی، اعضایان شورای دانشگاه، دانشجویان محترم، با تمام قدرشناسی از نام خود و از نام دانشگاه قاهره من اظهار خرسندی میکنم که امروز ما این همایش را برپا کردیم برای سپاریدن درجه دکتری فخری به محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امامعلی رحمان و اهمیت این درجه فخری و بزرگترین درجه فخری است که دانشگاه قاهره با بزرگان سیاست و علم و فرهنگ میدهد. در طول 112 سال فعالیت خود دانشگاه قاهره به شخصیت های خیلی محدود درجه دکتری فخری داده است، و شخصیت هایی که سهم ارزنده در بشریت داشتند و برای به منفعت ملت ها و کشورهای خود فعالیت های بزرگ انجام دادند. ما با پادشاه ها، با پرزیدنت ها و با شخصیت هایی که درجه نوبل صاحب شدند چنین درجه را دادیم. البته دانشگاه قاهره خدمت های شایان جناب عالی امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را قدر میکند و به همین خاطر
شورای دانشگاه قاهره در جلسه خود قرار قبول کرد که درجه دکتری فخری را با توافق آرا با جناب عالی امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سپارد. البته این قراری که گرفته شد اساسهای تاریخی دارد. پیش از همه پرزیدنت امام علی رحمان کتاب‌های تاریخی و فلسفی زیاد دارند و کارهای علمی زیادی را در سمت تاریخ اسلام و تاریخ آسیای میانه انجام دادند. یکی از مهمترین کتاب‌های جناب پرزیدنت این تاجیکان در آینه تاریخ می باشد که به چندین زبان‌ها ترجمه شده است. یکی از این زبان‌ها زبان عربی می باشد و اینچنین تحت سرپرستی جناب عالی امام علی رحمان چندین کتاب‌های فقه اسلامی به نشر رسیدند تا که این کتاب‌ها زمینه نشر فقه تحمل پذیری اسلامی در جامعه تاجیکستان باشد. یکی از این کتاب‌ها وثیقه‌های بلعمی می باشند که تحت سرپرستی جناب عالی به نشر رسید. اینچنین جناب عالی برای رشد دانشگاه‌های تاجیکستان خدمت‌های ارزنده کردند تا که این در بارگاه‌های علم و معرفت برای تمام جامعه خدمت کنند و اینچنین با جامعه بین المللی همکاری نمایند. جناب عالی پرزیدنت تاجیکستان صاحب تشبس‌های بین المللی و منطقوی می باشند. یکی از این تشبس‌ها این ربط دارد به مدیریت آب. جناب عالی توانستند که جامعه تاجیکستانی را از فکرهای افراطی امین نگاه دارند و توسط اندیشه سالم توانستند که مبارزه را بر ضد چنین اندیشه های خرابی آور براه مانند. ما احساس میکنیم که اندیشه دو پیشوا پرزیدنت تاجیکستان و پرزیدنت مصر یگانه هستند، با هم همسان هستند و جناب عالی امام علی رحمان نسبت به مصر احترام زیاد دارند و مردم مصر، فرهنگ مصر، تمدن مصر را دوست می دارند و جناب عالی شخصا برای آزاداندیشی در تاجیکستان نیز سهمگذار هستند. امروز ما در عالم چالش ها قرار داریم و امروز بسیار مشکلات و چالش ها و تهدیدات هست که در اطراف ما قرار دارند و ما باوری داریم که کشورهای ما در پرتو نگاه و اندیشه های دو پیشوا عبدالفتاح سیسی و امام علی رحمان برای آزاداندیشی، برای پهن نمودن اندیشه های سالم عمل خواهیم کرد. دانشگاهی که دائما بزرگان جهان را گرامی می دارد. امروز همایش ما به خاطر آن برگزار می گردد که درجه دکتری فخری سپاریده می شود و این درجه هست که به بسیاری از بزرگان جهان برای خدمت‌های ارزنده اشان در نشر کردن صلح و تحمل پذیری سپارده می گردد. با قرار شورای علمی و تعلیمی دانشگاه قاهره برای سهم ارزنده در تحکیم مناسبت‌های دوستی و همکاری تاجیکستان و مصر، رشد و گسترش رابطه‌های علمی، امنیتی، گومانیتری و فرهنگی و به خصوص تشبس‌های گلوبالی در ساحه آب و اقلیم با پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان عنوان دکتر فخری سپرده شد. السيدات والسادة الحضور الكرام، نبدأ الآن مراسم منح درجة الدكتوراه الفخرية. فليتفضل فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان.
يسلم الآن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة السيد الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان شهادة الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة القاهرة. ويتسلم الآن السيد الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الدرع الذهبية لجامعة القاهرة. والآن نشهد توقيع فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان في السجل التذكاري للدكتوراه الفخرية بجامعة القاهرة. السيدات والسادة الحضور الكرام، الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان يعد من الشخصيات المتميزة التي جمعت بين العلم والسياسة والثقافة والفن والإصلاح الاجتماعي. الآن مع كلمة رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة الرئيس إمام علي رحمان، فليتفضل. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар назди устодону донишҷӯён суханронӣ карда нахуст барои қадршиносӣ ба роҳбарияти донишгоҳ изҳори сипос намуданд.